کمیسیون ورزش ایالت نوادا مجموعه ای از خطاهای مجاز رو که در مبارزات UFC نباید رخ بدن تعریف کرده. این 31 مورد خطا عبارتند از کله زدن، فرو کردن انگشت در چشم، گاز گرفتن، کشیدن مو، فیش هوکینگ یا جر دادن دهن، ضربه به کشاله ران، گذاشتن انگشت در هر روزنه یا بریدگی یا پارگی حریف، اسمال جوینت مانیپولیشن مثل خم کردن انگشتان حریف، ضربه زدن به ستون فقرات یا پشت سر، گلو گرفتن به هر شکل از جمله بدون محدودیت گرفتن نای، چنگ زدن، نیشگون گرفتن یا پیچاندن گوشت، گرفتن ترقوه، لگد زدن به کلیه با پاشنه پا، زدن حریف به زمین از روی سر یا گردن، پرتاب حریف به بیرون از رینگ یا محوطه حصار کشی شده، در دست گرفتن شورت یا دستکش حریف، تف کردن به طرف حریف یا داور، انجام رفتار غیر ورزشی که باعث آسیب به حریف بشه، نگه داشتن یا گرفتن حصار، استفاده از زبان توهین‌آمیز در محوطه رینگ یا حصار کشی شده، حمله به حریف در زمان استراحت یا در حین استراحت، حمله به حریفی که تحت نظر داوره، حمله به حریف پس از به صدا در اومدن زنگ در پایان یک راند، بی‌توجهی آشکار به دستورات داور، ترس و فرار از مبارزه شامل اجتناب عمدی از تماس با حریف، انداختن عمدی یا پیوسته محافظ دهان یا جعل آسیب دیدگی، دخالت کورنرمن، حوله انداختن در حین مسابقه، استفاده از هر گونه ماده خارجی روی مو، بدن، لباس یا دستکش که میتونه منجر به مزیت ناعادلانه بشه، ضربه به حریفی که ناک اوت شده، ضربه عمدی به قسمتی از بدن به قسمت کلیه ها و در نهایت بیرون انداختن عمدی محافظ دهانی. این خطاها برای حفظ ایمنی و عدالت در مبارزات UFC تعریف شدند و هر گونه تخلف از این قوانین میتونن منجر به توقف مبارزه یا حتی اخراج مبارز از رقابت بشن. در کنار این 31 موارد خطای رایج، خطاهایی هم برای زمانی که حریف روی زمین افتاده و به شدت ممنوع هست در نظر گرفته شده. لگد زدن به سر حریف وقتی که روی زمین افتاده، زانو زدن به سر حریف زمین خورده و در نهایت له کردن حریف زمانی که روی زمین افتاده. اگر چنین خطاهایی در حین مبارزه رخ بده، داور میتونه بسته به تشخیص خودش یک یا چند امتیاز رو به عنوان جریمه از مبارز خاطی کسر کنه. در صورتی که خطا به حدی جدی باشه که یک مبارز را ناتوان کنه، مسابقه ممکنه به دو صورت به پایان برسه: محرومیت از ادامه مبارزه در صورتی که خطا عمدی باشه یا عدم رقابت در صورت غیر عمدی بودن خطا. اگر خطا باعث بشه که مبارز نتونه ادامه بده و در حال حاضر امتیازهای مبارزه آسیب دیده جلوتر از حریف باشه، مبارزه با یک برد فنی برای مبارز مصدوم به پایان میرسه. اما در صورتی که امتیازها برابر یا به نفع حریف باشه، مبارزه به تساوی فنی ختم میشه.